مادر جان. مادر جان. شما خوب هستید؟ دخترم. مادر جان خدا را شکر که آمدید. هزار بار شکر که شما را میبینم. او را به نقطه طبی بردن در کار. کمک کنید زودتر. آهسته آرام احتیاط کنید. آهسته. تو اینجا چی کار داری؟ مادرت را از دست سلاحداران نجات دادیم. خدا شفا دهد. ایست. تو را دیده خاطره های عجیب پیش نظرم آمد. چی گفتن میخواهی دکتر؟ من 24 ساعت به خواب و استراحت در خدمت این دولت و خلق هستم. میفهمی؟ در خدمت خلق هستی؟ خدمت تو برای مردم بیچاره شکنجه دادن است؟ چتین صلحان. حاضر اثبات نمی کنم، لیکن از نام دولت با چی کار مشغول بودنت رو میدانم. فراموش نکن همیشه از پست هستم. با من نگر دکتری بی عقل. تو با من تهدید میکنی. من از گروه ضد ترور. گپی من در همه جا میگذرد و من در همه جا کار میکنم. با این حجت نزدیک نگر. کاری من و تو اینجا فرق کلان دارد. فهمیدی؟ حجت است، لیکن این حجت رو به یگان کسی دیگر نشون میدی. با سربازان دقت ده. این مسئله اینجا حل نشده است. دیلا برای دارو رفت اما برنگشت. دیلا چی شد؟ خوب هستی؟ نمیدونم آقای طاهر. برای دارو اومده بودم، کسی به سرم زد. همه داروها رو بردند. اکنون ما چیکار میکنیم نمیدونم. کی داروها رو برده باشد؟ این کاری آدمانی تشکیلات. زودتر از پای شده داروها رو یافت اندازیم. بیا. اینجا را مثل بیمار خانه کرده ای جناب صبا. اگر خواهی تو رو خوابانم سینو. تشکر جناب صبا. یگان کمبودی نیست یلدوز. کمبودی تنها داروها با تن. من آن را هم آورد. داروها آمدند. آفرین جمال. آفرین. داروهای ضد بیماری را آوردی ها؟ آوردم. برای دکتر یگان تا هم نمون. آفرین جمال. آفرین به تو. حضور دکتر در چی حال باشد ها؟ دیگر دارو نیست، آب هم نیست. اشنان مردم به دست ما افتادند. خلق برای از بیماری نجات یافتن به نزد ما می آیند. بله جناب صبا. مردم محافظان را پرتافته خودشان به نزد ما می آیند. اکنون تنها آنها را دعوت کردن میموند و خلاص. این آسان از جناب صبا. همینطور نه جمال؟ همینطور. نباشد من رفتم. ها جمال از قبای کاشتی. بینید عجب کاری خوب شده. چی شد ایتین؟ چرا دیر کردی؟ نپرس.
چند نفر در راه زیلا را گرفتند. چطور شد؟ کی به این جرأت کرد؟ در رویشان نقاب بود. محافظان گویم آنها نبودند. سرباز گویم سرباز هم نبودند. زن را گرفتند، مرا سر دادند. ایستا سنان. با امری شما زن را به دهش بردیم. فرمانی نو را گوش کن. امر دهید. برای نجات مادرم دارو هست اکا؟ کمی مونده است برفین. میرسد. برای دیگران هم میرسد، لیکن امروز اگر همه‌شان تکرارا دارو نگیرند. طاهر، چی شد یلماز؟ هیچ کس را نیافتیم، گریختند. آقای طاهر، بیماران رو در بیرون جمع کردم. چیکار میکنی طاهر؟ با آنها راستش رو میگویم. گوش کنید برادران، داروها را آدمانی تشکیلات دوست دیدن. در این وضعیت بیماران را تبابت کردن نمیتواند. آقای دکتر، ولی ما چی میشود؟ اکنون چیکار میکنیم؟ بیماران را چه در تبابت میکنیم؟ همه بیمار با این کودکان چیکار میکنیم؟ آقای دکتر کار کنیم. برادران، تا رسیدنی داروهای دیگر منتظر میشیم. های دکتر، تو چی ها میگویی؟ چه دارو نیست؟ آب نیست، دارو نیست. این مردم کجا رود؟ با آقای زینب مراسله نکردی. آب خشک شد، این کار رو حل کن. مردم بیمار دارو لازم گفته عرض کردی. اکنون که آمده دارو نیست میگویی. همین دارو. این مردم به کجا رود؟ کجا رود؟ آخر این طرف میشه. بله، درست. آخر چیکار کنیم؟ همین طرف نه برادران. در این سرما کجا رویم؟ در این گیرا کوبیم. کودکانمو بیمارن گفتن ندارم. بله درست. راست نگفتم. بله مردم با من گوش دهید. من حاضر از ورگینیز آمدم. چوره دردتان در ورگینیز است. برادران، جناب سبا مرکز سلامتی کشاده است. هم دکتر هست هم دارو، همه را قبول میکند. جمال، آنها دارو را از کجا گرفتند؟ اینش را نمیتونم، لیکن از کجایی که نباشد او دارو پیدا کرده است. آخر او مردم را دوست می‌دارد کو غمی مردم را میخورد. همین خیلی نه؟ آخر سبا طرفدار تشکیلات است. بله. با خدا خودتون میدونید. من شنیدم را گفتم. خواهید روید نخواهید نروید خودتون میدونید. ایستید. آخر شما او را میدونید. کودکان بیمارمان رو با کجا بریم؟ چی آنها در پیش چشمانمون بمیرن؟ دکتر یاری ده. تشکیلات کودکان محافظان را قبول نمیکنند. چیکار کنند دکتر؟ کجا روند؟ ایستید با تشکیلات باور نکنید. چیکار کنم آقای دکتر؟ طاهر، چیکار میکنیم؟ اکا،
مادرم به درو صحت میشوند. اکنون از کجا گرفتنی داروها رو میدونیم. زود یک گروه آماده کنید. رفته داروهایمان را میگیریم. این را چطور میکنیم؟ نمیدونم یلماز، اما باید آن داروها را گیریم، وگرنه هم مادرم هم بیماران دیگر را از دست میدیم. چه خیل ریشداران را جمع کردی؟ اول کمی گریختم لیکن جمع کردم. تو با آن مردم بودی؟ این آدمان دینداران را دوست می دارند. در دست تسبیح گردانیده از حدیث ها به آنها کرامت می کنم. همه با جان دل به من داده می شوند، اما آنها سلاح را نمی پذیرند. میپذیرند. تشکیلات این را میخواهد تا مردم را اغوا انداز. همه‌شان سلاح دار میشوند. بیایید بیایید. مرحمت دارید. درید اپا. مرحمت. این چی است؟ همین قدر آوردی؟ سراسیمه نشوید جناب، همه‌شون میآیند. آنها دیدند دکتر علاج ندارد، همه‌شون میآیند. او درست میگوید. مردم دیگر علاج ندارند، میآیند. خیر، تو هم رو بدرون. او کیست؟ این زکو، محمد زکو. آبا کیزیکا. دکتر، بخیر است آقای دکتر. با کمک شما احتیاج داریم آبا کیزیکا. در دهه ما همه بیمارم. احوال مادرم هم خیلی بد است. آدمانی تشکیلات داروهای ما رو دزدیدند. این طبقه‌ای خدا شفا دهد. پس این داروهای شمایند ها؟ بله آبا کیزیکا. البته یاری میدیم، اما از دستی من چی میمید؟ بیاید برادران، اماکی زیکو با ما یاری میدهند. السلام علیکم محمد زیکو. و علیکم السلام. و علیکم سلام علیکم اماکی زیکو. خدا به بیماران تو شفا دهد. سلامت باشید. خدا به همه‌شان شفا دهد. اماکی زیکو، این کارو به خاطر بیماران میکنیم. یلماز و مراد را همراهی بیماران میدارید. سلیمه را گروگان گیرید. ما شما را نگاه کرده میستیم، بعد داروها را گرفته میرویم. فهم پسرم، انشالله یگان کم بودی نشده کار بود می شود. خواطر نشید اماکی زیکو. کار از روی نقشه‌مان شود با شما خطری تهدید نمی کند. مرا فهمیدن گیرند. مهمش زلال و کودکان دیگر صحت شوند. خدا از تو راضی باشد محمد زیکا. راضی باشد. زیغ نشو. انشالله میگیریم. اگر نگیریم چی؟ برفی خدیجه برات. دختر برفی. مادر جان، صدقتان شوم مادر جان. صحت میشوید، کمی صبر کنید. برفی با من آب ده. مادرم نماند، آب ده. دیلا، آب تمام شده است. مادرم آب میخواهد. رفته از خانه میارم. تو نزدشون ایست. خواهی جلو دیلا، لبای خواهی جلو. برادر کجاست؟ چی شد بارتین؟ برای آب میروم. آلدو، من هم تو را دیدن میخواستم. میبینی که من نوه دارم.
مرا گرنگ نکن. نه با خدا تو رو گرنگ نمیکنم، فقط یک گپ داشتم. خیر گپ زن. چی میخواهی؟ زودتر گپ زن. وای گفتنی بودم آلدو، من و تو بسیار وا میخوریم. اگر پدر من و تو رو یک جای بیند، هم تو رو میزند هم مرا. برای همین آمده مرا خواستگاری کن. نیچلا چه خواستگاری؟ چرا میزنم؟ نیچلا تو چی ها میگویی؟ من چی وعده دادم که تو رو میگیرم؟ تو چی؟ منای هر زمان در برد پیدا شدنم رو نفهمیدی؟ چرا اکنون این طور میکنی؟ نه به خدا نفهمیدم. من این خیلی نیت نداشتم. دلی من قزبان رو میخواهد. از برای تو چند روز باز قهریم. الدوی نادان، چشمانی تو کور شدند، از هیچ چیز خبر نداری. من نگیرم تو را کی میگیرد؟ قزبان جانت تو را فریب میدهد، او به شوهر میبراید. خواستگارها علاقه آمدن، تو باشی کوری. چی ها میگی؟ کی قزبان رو میگیرد؟ خواستگاری آمدن؟ کی قزبان رو میگیرد؟ رفتی مرا پرتافت رفتی. قزبان مرا ترساندی. شنیدم که به شوهر میبرایی؟ ها؟ به شوهر میبرم چی شده؟ تو چی راست میگویی قزبان؟ ها؟ تو از کجا فهمیدی؟ البته بچه های دیهی ما بسیارن. با فکرم باز همون نجده بچه گفت. یعنی همین طور راست؟ ها؟ راست است. چی شده است؟ مثل هر یک دختر جوان من همه شوهر میبرم ادا. پگاه باز خواستگار ها می اومدند. شاید این دفعه آنها رو رد نکنم. به هر حال دیدن میخواهم که آنها کی هستند و از کجایند. داماد از کدام اولاد است و چی کار است؟ قزبان راست کن، من تو رو بزنی میگیرم. چی گفتی؟ با آنها نگو قزبان، من تو رو میگیرم. تو هیچگاه به معنی نوشته های من سرفهم نمیروی الدوی چوپان؟ نه به خدا، نوشته هایت این خیلی معنی نداشتم. نوشته هایت رو خوندم، از خود کردم. انا اینجاست. این نیست. انا یافتم به فکرم. چی؟ نچله بوده است. یافتم. انا این بین. انا بین. انا نگاه کن، تو رو دوست می‌دارم. قزبان جان، من تو رو دوست می‌دارم. قزبان جانم. قزبان، من تنها تو رو دوست می‌دارم. باری دیگر گوی. قزبان، من تو رو دوست می‌دارم. یک باری دیگر. گوش کن قزبان، تو رو دوست می‌دارم. تو چرا با عملیات نرفتی الدو؟ من؟ قزبان خانم، من رو در دیه نوادار موندند. اونها با عملیات رفته باشند هم کسی باید دیه رو محافظت کند. همین طور نه؟ وای اگر داروها رو گرفته نآورند خاله زیلال میمیرد. البته میارن قزبان جان. قزبان جانم. بیایید جنابی سبا از آبی کلام بیماران آمدن. درآیند. البته درآیند. مرحمت درآیید. گذارید. درآیید. گذارید. درون. دکتر درون است. درآیید برادران درآیید. درون. آفرین محمد زکا. آفرین بر تو. آفرین. مرحمت درآیید. آماده باشید. در آمدند.
از این طرف گذارید. همتون به این طرف گذارید. به این طرف. هیچ کس از جایش نجوید. نجو خروج. مراد زود داروها رو گیر. خاموش از جایتان نجو به داروها نرسید. نگیرید. بخوا آواز نبرارید. حاضر اینها محافظان. زودتر شاید اینها رو پیدا کنید. بخوا یک طرف. از جایت نجو. ایستید. نجوم میگویم. بخوا از جایت نجو. تو همراه نشو. استودیو سیما تقدیم میکند کنسرت نوبتی هنرمندی با استعداد شرف قربان در کاخ تاجیکستان. شرف قربان در این کنسرت سرودای نوی خود را پیشکش میکند. مهمانان کنسرت سروبی محمود، بهادر رفیع، اولیمی محمود، فریدونی خورشید و تاجدین قربان. 21 مارس ساعت 14 در کاخ تاجیکستان. تلفن ها 987 0945 45 و 906 99 99 81. سردهت وگرنه همه تو رو بپرونم. سردهت بگویم. تو همراه نشو میگویم. به دکتر داروها با شما لازم نیستن. برک طرف. آرام شوید، به عقلی نکنید. یگان کس از جایش نجنبد. ما فقط داروهایمان را گرفته برمیگردیم. کنیست آیستا. دکتر پسرکم سردهت. جان این کودک در دستی تو از دکتر. دکتر یاری دهت. پسرم را سردهت. یا دختر رو داروها رو با ما میدهی یا کودک رو میکشم. خاموش. رها کنید پسرم را سردهت. میگویم. سردهت پسرم را. التجا میکنم سردهت. سنیا بلا. دکتر یاری دهت. این کودک رو من نمیشناسم. خاموش. سینان داروها رو میگیرم. احوال مادرم خیلی بد است. مرا نخندان دکتر. تو همون قهرمان نیستی که کودکان و مردم رو محافظت میکنم گفته وردی زبان شده ای. سینان رها کنید پسرم را. مرا دیوانه نکن دکتر. یا مرا نمیشناسی و یک میجه زدن کودک را میکشم. نگویم. نجوم سنیا میکشم. ای دمت را گیر. نجاتت پسرم را. سینان کودک رو رها کن. تا گفته هایم را نکنی رها نمیکنم دکتر. سینان داروها رو ده. اقلا نیمش رو ده. سودا نکن دکتر. جدیست. تو داروها و یلدوز را با ما میدی. من این کودک را مایلش سینان. اما تو از ده بر آمدن سلیمه با ما می رود. کودکم را سردهت. باشد بگذار گفتی تو شود. خاموش. ایست.
رهایش کنید التجا میکنم جانم داد نزن سردید پسرم را رهایش کنید التجا میکنم پسرم دختر را شنیده برایت از حربیت داد نزن برایت التجا میکنم رهایش کنید دختر نیست گفتم زنی اولاد دف شو از اینجا ایستا دف شو زنی احمق دف شو با مادرم آب آوردم خدای زیبا مادر خدای زیبا نوشید اکات خواهم آمده است بیاین مادر جان بیاین انشالله لوری کام صبرو علا نجینام تو حالی برچاب من چاره نایه جدست من لوری صبرو علا نجینام تو حالی برچاب من چاره نایه جدست برو سرده گم شو رو گفتم پسرم جان من جانکم خوب هستی؟ اکنون مرا نف گوش کنید در ورگینس هم دکتر هم داروهای ضد بیماری هست درمان برای همه کشاده تنها به محافظان راه داده نمی شود یعنی محافظی را مانید سلاحتان را پرتایید کودکانتان را تبابت کنید مرا فهمیدید می رویم رفتیم لوری کامن صبرو علا آقای دکتر این را از درون گرفتم به خاله زیلو ضرورتر است تشکر به شما تشکر لوری کامن صبرو علا نجینام تو حالی برچاب من چاره نایه جدست لوری سرچیا بدومانه باوی من
برین کوره به درمان برخم گلو چمام غزانه مگری کاملاله مگری او چه حاله شین زواله مگری گلو چمام غزانه مگری خان ملاله مگری او چه حاله شین زواله مگری اوی مگری مرا ببخشونید برادر، با آقای دکتر هم رسانید. هیچ جای حضور پرسی نیست. درست میگنی. برای کودکت مجبوری این کارا کنی. گیر برادر. از افتش تنها ماندیم. بسیاری محافظان سلاحشان را سپاریدند. آخر همسر و کودکانشان بیمارند. از مجبوری به ورگی نیز میروند. از آنها خفه نیستم. مجبور شدم. طاهر، حال خاله زلال چی می شود؟ داروهای گرفتمان کمی تاثیر کرد، اما داروهای از شهر پرسیدمان اگر در وقتش نآید. مادر جان چی شد به شما؟ مادر زیلا، مادر جان زیلا در کجایی؟ برفین چی شد؟ در کجایی تو؟ اکم رو میجستم
گفتم در این جای ها نیست و سرم بالای نامده باشد بسیار ترسیدم. رفته به یلمز گوی که احوالی مادرم خیلی بد مهش بد. یلدوز چه شده ایستاده است؟ داروها در دست ما مردم چیکار کند؟ تو چه دکتر هستی؟ همه را به اینجا جمع کردیم شما را نجات میدهیم گفته ما را شرمنده کردی. چی شدنشو من هم نمیفهمم. اول همش خوب بود داروها میرسند لیکن یک بیماری سراتی دیگری هست. باید از طاهر مدد پرسیم. تو چی ها میگوی یلدوز؟ ما دکتر را چه دعوت میکنیم؟ اگر مردم او را در اینجا بینند چی میگویند؟ تشکیلات این کار را با ما فرموده است. مردم پریشان نشده رو یکون کار کن. تحلیل خون گذرانیدن لازم. چیکار کردنم رو نمیدونم. بیماران شکایت های گوناگون میکنند. ما مجبوریم از طاهر مدد پرسیم. سینان بگذار گفتی تو شود. از دکتر یاری میطلبیم دیگر علاج نیست. تو چی ها میگویی باتن؟ بین خود چی ها میگویید؟ چی به دکتر نمیشود؟ نه نمیشود. طاهر را خودمون خبر کرده از اون میفهمیم. بعد او رو نیست میکنیم. باز زنگ میزنند. لبای کماندان باز یک عملیات دیگر هست سینان. دهه های کوهی را تیرباران میکنی. شمارهشان مهم نیست. مهم دیگر چه است؟ فهما کماندان شما دلپر باشید. سپارش نو گرفتم و دهه های کوهی مهمان میشویم. این کار را تو حل کن سینان. من رفته دکتر رو میارم. فرزندانم از من راضی باشید. مادر جان این تلق نگوید. شما سیاد میشوید. داروها داروها مادر جان. دکتر دارید رئیس. خدا شفا دهد زیلال. بیا چی شد رئیس؟ مسئله آب را دیدید؟ بله آب را فهمیدم لیکن چخیل گرفتنشون نمیدونم. یعنی چخیل؟ دکتر از همه چشمایی به ما نزدیک در نزدیکی دهه آقای زنل می باشد لیکن خودش را نوحی پیغمبر گرفته است. آب را نمیدهد. رئیس ما مجبوریم آب را بیاریم. به آب تازه نوشو که بیماری زیاد می شود. میکروب همه جا را زیر می کند. من چی میگویم دکتر؟ وای آدم را زنش مرد. خانهش ویران شد. اکنون دوای خون میگوید. این را تو هم فراموش نکن. پس چیکار کنیم رئیس؟ چی خیلی مسئله آب را حل میکنیم؟ وای نمیدونم لیکن حل میکنم. البته حل میکنیم. آقای حمید روند گپ زنم. من رفته چقدر فهموندم فایده نکرد. خوب شده است. تو کیستی؟ از بابا ابراهیم به تو سلام آوردم آقای زینب. و علیکم السلام. به تو چی شد آقای زینب؟
چرا تو را از ناحق فرد کرده نمیتوانی دستانت را با چی آلودی؟ بله دستان من به این کار آلوده شدند. تو مگر نمیدانی که بهشت به ارزانی از تو نمیشه یا اینکه جهنم رو میپسندی؟ خداوند در این دنیا همه ما را امتحان میکند تا اینکه امتحانی وزنی در آن دنیا ما را پیش نآید، تا اینکه در آن دنیا به عذاب جهنم گرفتار نشویم. مگر در قرآن کریم نخوانده ای که به کسی ظلم و شکنجه را روا نبینه در آخرت چی جواب میدی؟ آقای زینب، آقای زینب به خود بیا. با ظلم و خدا بیخبری آخرتت را برباد میدی. آخرت را فکر کن. خداوند ظلم را دوست نمی‌دارد و ظالمان را نمی‌پسندد. عقلت را کار فرما، با ظالمان برابر نشو. آهی بیچارگان عرش را می‌سوزاند، فراموش نکن. ظلم برای ظالمان است آقای زینب. خداوند آب را اینجا ارزانی داده است، تو حق نداری آن را به بیچارگان ندهی. از روز آخرت تر زینب، آتش جهنم خیلی پرشیدنده است. خداوند برای نجات تو باز یک امتحان پیش آورد. از بهشت فکر کن. خدا و جنت را هیچگاه فراموش نکن زینب. برام ایست کیستی برام کیستی تو بخیر است انشاءالله بخیر است بخیر انشاءالله تو کیستی؟ آقا مرا ببخشید، ناراحت کردم، اما کسی نزد شما اومده است. از بابا ابراهیم به تو سلام آوردم آقای زینب. ایستو برام آقا و آدم کی بود میشناسید؟ آقا راه به مردم یا به کلان خبر ده چقدر خواهند آب را گیرند. فهمیدم آقا. سعید در کجایی؟ بعد چقدر وقت اینجا میشوی؟ سعید تو بگو خیلی دیر میشود. احوال مادرم وزنین است. فهمو زود بیا وگرنه مادرم را از دست میدیم. یعنی داروهایی نمی آید. بیاید میبینیم. تمام آقای دکتر کارتون رو حل کردید؟ شد قزبان، تشکر. اگه حالی مادرم بچود از داروها رو که میارید؟
داروها بگاهی میرسند. مادرم رو تا بگاه نگاه داشته میتوانیم. چیکار میکنیم اکا؟ نمیدونم برفین. بغیر از دعا کرده انتظار شدن علاجی نداریم. اصلا داروی دوا یک سبب است. شفا را به ما خداوند خودش میدهد. دکتر، یک گپ داشتم. گپ زن. با تن قماندان با تو گپ زدن میخواهد. این به زنده ماندن مادرت دخل دارد. حاضر میآیم. خیر. چی میخواید؟ از تو یاری میطلبیم طاهر. بیمارها فوتیده ایستادند. چیکار کردن ما رو نمیدونیم. خون رو تحلیل کردن لازم. در یک کاغذ نوشته ده. یلدوز از روی آن تبابت میکند. صحت شوند به تو هم دارو میدهیم. تو برای مرگ آدم ها شرط میکنی، نه برای نجات حیاتی آنها. با این کار همراه نشو. تا بیماران را تشخیص نکنم کاری کردن نمیتوانم. من باید خونشان را تحلیل کنم. یاری ده طاهر، وگرنه همشون میمیرند. یاری میدیم، اما اول داروها رو با من دهید. نه دکتر، اینطور نمی شود. اول تبابت، بعد داروها رو میگیری. مایدش بگذارم این خیل شود. یلماز، در آنجا تحلیل خونشان را میبینم. بعد ایلاگویی که چیزهای لازمی را به ورگینس فرستد. با آنها چخیل باور میکنی طاهر؟ یلماز، حاضر حیاتی مادرم و بسیار نفرانی دیگر در خطر است. من مجبورم، دیگر علاج نداریم. اکا پرانید، اینها را پرانید. این کاری ما و شما درس می شود، یا با گفته های ما اطاعت می کنید یا از این خاک دفن می شوید. رفته حالا هم شما خوابیده اید، حالا هم بیدار نشده اید. کاری کرده تشکیلات را دیده، آنها بدینند، آنها کافرند. بر ضد هر بدین و
کافر مبارزه بردن برای هر یک مسلمان فرد است. آخر خوابیدن بس است. بیدار شوید، خودتان را محافظت کنید. در وقتی رنج و عذاب عملیات تو خیلی آسان می شود. چتین گفتنید که همه‌شان را به قتل رسانم. همه‌شان را. از آنها تنها یک نفر میماند، همان هم دکتر. تا عبدال با دینداران کار نکند، دکتر میتواند به ما فایده بیارد، زیرا آدمان از پسی او میروند. بعد از او چیکار خلاص میشویم؟ این کار آسان. تا اول سلاح ها را تقسیم کن، تا آن وقت دکتر بیمارانی تشکیلات را تبابت می کند. در وقتی خشم و دیوانگیش تو را دستگیر می کنی. در مکتب هم خیلی کار کردی. کارمون آسان نیست میدونی کو. هر لحظه مشقت رو طلب میکند. سلیما تخمینم درست برآمد. باز یک سرایتی نو. تبابت را با انتیبیوتیک ها دوام ده. همه وقت نظارت کن. داروهای تیار کرده همان را زود به بیماران میدی. همش رو قید کن. فهمو؟ همه کارو تو میکنی، اما بیماران که صحت شدند من و تشکیلات را قهرمان اعلان میکنند. این مهم نیست سلیما. درد من قهرمانی نیست. بیماران شفا یابن کفایه. باید زود عمل کنیم، وگرنه بیماران زیادی را از دست میدهیم. سلیما، برای آنها از تو عذر میپرسم. با فکرم به تو ضرری نرساندیم. تو آدم خوبی طاهر، به تو باور دارم. آن لحظه درباره ضرر فکر نکردم. یلدوز، این شهرمردان این خاک و زمین را نجات میدهند. افسران الله شده در این سرزمین نام میبرند. تقصیرم، کسی را که انتظار بودید آمد. خوش آمدی. امر نمایید حضرتم. تشکر به تو طاهر. دکتر، کارت را تمام کرده. با داروها کارم تمام، اما با شما کارم تمام نشده است. شما با حیات آدمان بیچاره بازی میکنید. اگر در وقتش کوشش کرده بیماران رو تبابت نمیکردیم کار خیلی بد میشد. اینها را مان دکتر، ما کارمان را خوب میدونیم. این آدمان خیلی سرکودکن. اگر دو سه تاش کم شود هیچ گپ نیست. کاری شما چی است؟
شما تنها کشتن را میدونید و خلاص، یا یگان کاری دیگر دارید؟ لقیدن رومانو برآمده رو. مرحمت، خوش آمدی. الو فهمو، میایم. با کجا؟ چی شده است؟ کاری تو نباشد. در وقتی خوابت هم از عکت منتدار شو، وگرنه تو را نیست میکردم. دیر کردید. ما دیر نکردیم، بلکه در وقتش آمدیم. تو این را فراموش نکن که در وقتی خواستد کار را بود میکند. اینها فرموده های دکتر، امضایش هم هست. خبری گرفتم اون درست است قماندان. بله، جایهایتان رو اشغال کنید تا من اشارت نکنم کسی آتش نمیکشوید. فهمیدم قماندان. گپایشان پخت. آماده باشید. ببینیم این دفعه چیکار میکنند. اکا داروها رو آوردید؟ خدا رو شکر که گرفتم برفیل. تبابت رو زود سر بکنیم. دیلا کمک. خوب آقای طاهر. آقای طاهر، برزن چی شد؟ از کتاب یگان چیزی افتاد توانستی؟ همه رمزهای مخفی را فهمیدیم. خیر؟ مرکز آنها را تحلیل کرد. در حجت 4 نشانداد آمده است. از روی نشاندادها یک تاش در مسجد دهه آبی کلان است. در دیگرانش چی؟ یگان حجتی به آن دخل داشته نیست. اما عملیاتی که در مسجد دهه آبی کلان باید گذرد 3 تای دیگرش را به ما روشن میکند. خدا را شکر خالای زلال به خود آمدم. با اکای طاهر تشکر گوی. فرزن برای مادرش باید همه کارو کند. مرا ببخشید مادرشان که کمی دیر کردم. بخیر است انشالله. کو بین عمر جان؟ رفت بین عمر جان.
آقای دکتر در همین جاست؟ بله در درون. آقای دکتر، آقای دکتر. این تویی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای به تشکیلات کمک کردنتان شما را حبس میکنم آقای طاهر. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. میخوانم من عاشقانه تو برو برو نخوانه نمیرم اگر نایی میدانی داشتم و دارم توی عمر دوباره بخوای یا نخوای در آغوشی تو میمیرم در آغوشه کی از گم بالا تنها شدم بیادی تو گریه کنم یا سختی که رفتی دیگه چشمام سو نداره این خواه تا با من هیچکی نمیتونه قلب تو رو از غم ترکی بلوزونه عزیزم میدونم که مرا تو دوست میداری اما افسوس پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.